به نام خدا. دوستان درود. دوستان ما اگه بخوایم بدون بانداژ و دستکش به این کیسه بوکس ضربه بزنیم احتمال آسیب دیدن ما زیاده. بله. ولی اگه مثل کیوکوشینکارا که یه اصلی دارن به اسم هاگانه که به سازگاری بالا میرسن و با آموزش و تمرینات اصولی بدون داشتن بانداژ ضربات محکمی رو میزنن، آسیب نمیبینید. خب حالا این هاگانه یعنی چی؟ هاگانه یعنی فولادی سازی بدن. بله، هاگانه تو کیوکوشینکارا یعنی فولادی سازی بدن، مشت بدن. خب حالا من این ببینید تخته الواره، ببینید الواره، من ضربه میزنم، ببینید هیچ آسیبی نمیبینم چون من این سایان سال کار میکنم. ببینید میشه توجه کردیم؟ هیچی نشد. خب حالا با ضربات شتون باید بسید اچ نی سان باید بسید بپاش اچ نی سان. بله، ابتدا با وزنه های سبک شروع می کنید با تعداد بالا، بعد وزنه های سنگین‌تر و با کمک گرفتن از وزن بدن، شنا رفتن، تقویت انگشتان دست، مچ دست، میتونید به این سازگاری برسید. بله، ببینید الان این خیلی سفته، شوخی نیست از یه الوار 5 سانتیه. ببینید چون من گچکار ساختمانم از اینا زیاد دارم. ببینید ضربه سوکی رو میخوام بزنم تو کیوکوشینکارا. ببینید چه ضربه‌ای زدم. اصولی با ضربه رو بزنیم. خدا نگهدار.